سلام، شما خوش اومدید به رومتور من. امروز قراره که اتاقمو به صورت کامل بهتون نشون بدم. بفرمایید تو رو خدا اصلا تعارف نکنین، اینجا اتاق خودتونه. اول یه نمای کلی نشون بدم بهتون، بذارید در ببندم کسی دیگه نیاد، فقط خودم و خودتون. کسی نیست، منم و توییم. آره ما هم نیستن، قشنگ واضح‌دار بلند و رسا میتونم حرف بزنم، نگه صدات نمیاد. خب یه نمای کلی بخوام بهتون نشون بدم، اینجا خب بک یوتیوب همه، برعکس یوتیوب میدونن ناناسمه. اینجا هم که آینام و اینجا هم کمودم و اینجا هم دریه که توش وارد شدیم و این نمای کلی بود. حالا دوربین رو بر میدارم، نمای جزئی رو بهتون نشون میدم. نمای کلیش که زیاد چیز خاصی نیست، حالا یه دور دیگه هم نشون میدم، ولی نمای جزئیش خیلی مهمه. تک تک کمودا، تک تک کشو، همه چی رو میخوام بهتون نشون بدم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشین. جلو بگم اگه یه ذرم اتاق من ریخته است و اینا، ببخشید دیگه، خودمونی هستیم دیگه، خودمون خودتونیم دیگه. بچه‌ها چوزی اینا من نمیام، این اتاق فقیر نشین و اتاق چه میدونم نقلیه خودمه، نه چه میدونم چیز با کلاسی داره. همین خودمونی، چون خیلی درخواست داشتین اتاقتون نشون بدم، منم بهتون نشون بدم. بریم که داشته باشیم. اول اینکه سپایه‌ای که داشتم استفاده می‌کردم این بود، چون این شکسته با چسب نگهش داشتم. بچه‌ها من واقعا نمیرسم برم سپایه جدید بخرم، خیلی وقت دارم و نمیدونم بقیه وقتمو دارم چیکار کنم. anyway بگذاریم. خب برگرد سر جات، اینو بذاریم سر جاش. خب اول از کجا نشونتون بدم؟ این تختمه بچه‌ها. اینجا هم میبینید این شکلی شده، این شکلی بود، به من هیچ ربطی نداره. نه از اینجا واقعا نشون بدم. خب این که صندلیمه، اینم بکمه، اونم پرده سبزه واسه وقتایی که ویدیو کروماتیک چی هم اونا میخوام بگیرم. اینم که بچه یه چیزی بهتون الان بگم، هر جای این اتاق رو نگاه کنید یه چون ما انقدر دوغونه ولش کن، یه چیزی از این داداشمون باب اسفنجی اینجا میبینید. اینم که پاتریکه، اینم وسایل باشگاهمه بچه ها. ببخشید ولی خود من از شلخته نیستم. این مسواکم بچه من باش ایرپاد و اینامو تمیز میکنم. اینم جمشیده، اینم افته که بالا سرمه، نگهبانی میده ازم، من خواب بد نبینم. البته من از اینجا نمیخوام بچه. اینم تخت ویتیک رویال سیکریت رو میایم دیگه بچه، چون برق رفته بود الان مثل این برق نیداز، ولی همه چی میذارم تو شارژ، گوشیم هم تو شارژ بود که الان درش آوردم واسه شما روم تور بگیم. میرسیم به این بخش شلف که چیا داره. بخش اول کلاهای بگیتوریمه، این کلاه گرداه. اینجا هم بادی اسپلش و اتروت کلانمه که همشو بچه ها یا گم شده، حالا نمیگم دزدیده شده، گم شده یا نمیدونم غیب شده. این هم که کنترل آینمه. اوه چقدر بی کیفیت میشه. خوبه زرنزر روشن کن. بچه ها با چیز با کیفیت ببینم، بچه ها با ارزشن، باید چیز با کیفیت ببینن. و درست ویدیوهای تو با ارزش نیست ولی حداقل با کیفیت باشه. خب بچه ها این شلف خیلی مهمه، این قسمت این شلفه. اینجا قرصا و ویتامینامه. یه ویدیو گذاشته بودم، یه ویدیو قبلی، چگونه با هم از افسردگی در بیاییم 2، که بینش گفتم این ویتامین دارم مصرف میکنم که موام خیلی پرپشت شده. خیلی ها گفتن اگه میخواین تو کامنت ها بپرسین، که اومدم اسمشو بنویسم نشد. گفتم دوباره شاید سریا بیام بپرسم، گفتم تو این ویدیو نشون بدم. بچه این ویتامینه اونه. خب تمینه، یه اسکرین شات بگیر دختر پسر چی هستی. این هم واسه مو خیلی خوبه، هم واسه ناخون. من چون یه تایم خیلی ناخونمو میکاشتم، الان اینجوری نگاه نکنین ولی واقعا خیلی جوابه. اینو جدی میگم جوابه. ویتامین بعدی که استفاده میکنم کلسیومه، چون چرخش لگن دارم من بچه، لگنم میچرخه. از نوزادی مشکل داشتید
درست نشد با عملم درست نمیشه. واسه همین دارم هر شب کلسیوم مصرف میکنم. اینم که زینکه، ولی هر وقت خوردم تا 2 روز حالت تهوع داشتم. اینم که ویتامین ای و کلاژن و اینا واسه پوست. این بخش هم واسه دندونامه. این کلا بخش مراقبتیه. اینم کیسه آب گرم مثل گوگلیه. این بخش بذارید بشین تبدیل شدم. این بخش هم بخش موهامه. 2 تا بروس همه. اینو وقتی از همون میام بیرون استفاده میکنم که موهام نشکنه دیگه. مو و پوست، اینا هم تیغ پوستام. این برای ابرو، این برای صورت، اینم نخون میدونم خفه شو. این هم کش ساتنمه که شبا میخوام بخوابم میرم باشگاه با این موامو میبندم. این هم که این میذارم اینجوری شیف میکنم. اونا هم یه مش روغن پوغنه که برای روغن تراپیه. این شلف بچه ها خیلی مهمه. این شلف واقعا خیلی مهم نیست یادالا. این که عطر نبایی خصوصیه. اونم که کرم زیر چش شبه. اونم که ماسک یه بار تو اینستا گذاشته بودم کل صورتمو کند، ولی حالا جهت دکور گذاشتمش اینجا. نمیش بادی لوشن و پودر بچه و چونم چیزایی که بعد همون استفاده میکنن دخترها، یه مقدارش اینجا هست. تو این باکس هم شاید بپرسید چیه. تو این چیه؟ تو این بچه ها کیسامه، یعنی کیسای بکاورای گوشیم. این دم پایین بود. اینجا هم که مش دفتره واسه سناریو نویسیم و اینا میگذاریم. اینجا هم که وسایل کارم و یه تعدادشو گذاشتم و میرسیم به این بخش که اومنم. آره نگاه اینجا باب اسفنجی هست، گفتم میبینید هیا. خب اینجا که اون 2 تا گوشیم گذاشتم. اصلا استفاده هم نمیکنم بچه ها، بیشتر واسه فان توی کلیپ خوراکی. میکروفونام 2 تا کیسام که گذاشتم بیرون تا استفاده کنم. اینجا هم که این براشامه. خیلی سخته یه دست باز کنم نشونتون بدم. آره دیگه باز کن. آخه دیدین تو ویدیوهای قبلی، ولی چون گفتم همه چیشو نشون میدم باز میکنم. خیلی کثیفه میدونم. من اصلا آرایشی بلد نیستم. نمیدونم تو اینا چجور با بشورم. اینا یهو با صابون گلان میشورمشون همشون خراب میشه. بذارید بشینم. اینجا هم که سایه هامه. اینم یه سپایه است. اینم لپتاپمه. اینم فایت. خب میرسیم به این بخش کمد. برگرد. خب باب اسفنجی دیدید گفتم. اینجا بچه ها یه سری دفترچه ها و این فندکرم. من عاشق این فندکم بچه ها. اصلا استفاده ای نداره، ولی یه پیج برام فرستاده بود خیلی خفنه. عکس خودمه. این میدونین این چجوری بود؟ روشنش میکردین این آتیش میزد بیرون. خیلی خفن بود به خدا. خب تو برو اونجا. خوراکی همه جا باب باشه. من خیلی آدم شکموییم. اینجا هم که لنزامو میذارم. قبل اینکه لنز بذارم بچه ها من قطره اشک مصنوعی میریزم تو چشم که چشام اذیت نشه. بلا بشید. اینجا هم مثل لوازم بنجل دارم. اینا بچه ها بدله ها. فکر نکنین تلان بیاین خونمون. اینا همشون بدله بچه ها. اینا همه. اینجا هم خوراکی دارم. این آب نبات ها که پودر داره. مزه پیپی میده. بدمزه است. اینجا هم که یه سری اکسسوریه. اینجا هم 2 تا گوشی برای کارمه. اینم که گذرناممه. اینم که برای کارمه. به خدا بچه تو ویدیو هم من استفاده میکنم از گاهی، فکر بد نکنین. اینجا هم که عینکای ناناس بشیمه. این کشو تموم شد. اینم که کشوی لباس خونگیامه. بچه وایسین. این صندلیه چرا داره اینجوری میکنه؟ بیا برو اون وقت. اینجا هم لباس خونگی هم بچه. شما تعداد شلوارک رو ببینین. تازه 2 تاشم تو لباس جویه، یکیشم پامه. خیلی دوست دارم این شلوارک ها. خدای فاتیتون اول این شلوارک ها رو ترند کرد. همه اومدن رو من اسکی رفتن. حالا اشکال نداره بچه ها. این کشو یه ذره خصوصیه، ولی در حد یه نگاه نشون میدم. لباس های مثلا نیمه پوشیده است و اینا که زیاد هم استفاده ای ندارم، ولی دارم دیگه چیکارشون کنم. و میرسیم به کشوی آخر که لباسای باشگاه کلن.
اینا همش بچه لباسای باشه، همش دروغ نگم. این مقنعه برای چیزه، این مقنعه و اینا برای کارمه، اینا این قسمت فقط برای کارمه. یه همش لباس ورزشیه، اونم لباس شنامه. خب میرسیم به این بخش اتاقم. اینجا یه عود ویکتوریا سیکرت داریم که با تختم سته، جاودی فندک. رو این هر از گاهی میام میشینم رو خودم، شاید باورتون نشه، پا میزنم روی میام اینجا میشینم مدیتیشن میکنم. هر از گاهی هم اینجا ویدیو میگیرم با اون که اونجا بود. و اما میرسیم به قسمت این کمودا. اون بالا که مامانم زحمت کشید خرت و پرتاشو ریخت توش، دستش درد نکنه. این چرا اینجوریه؟ بیاین در اینو باز کنیم بچه. سلام بچه، اینجا هم باب اسفنجی. اصلا هر جای اتاقم بیاین شما یه چیز راجع باب اسفنجی میبینید. اونو به عنوان انباری استفاده کردم، چیزایی که خیلی استفاده ندارم من گذاشتم پشت باب اسفنجی ها. اینجا هم تعدادی از شلوار بیرونیام. اینجا هم که کلاهای زمستونامو گذاشتم، نقابامو گذاشتم. اینجا هم که کیفامو گذاشتم، چپوندم تو هم. اینجا هم که یه سه چیز دخترانه بهداشتیه، اتومو سشوار و اینجا داستانم کراتینه که تاریخش گذشته. خب از این کش بچه ببخشید من حولم اینجاست، جای دیگه نداشتم بذارمش، هر جا میذاشتم شما هم میدیدین. خب اما کمد لباس ها بچه ها، من با این همه لباس بازم حس میکنم لباس ندارم. یعنی میخوام برم بیرون این شکلی هم که چی بپوشم. ولی خب آره دیگه. اینجا هم که تعدادی از لباس زمستونیامه. اینجا هم تعدادی از کفشامه و دستشو و همین دیگه بچه. اتاقم دیگه واقعا چیز خاصی نداره. دیگه چی داره دیگه؟ چی نداره دیگه. بسید دوربین اینوری کنم. این بود از روم تور امروزمون. خوشگلای من، امیدوارم که لذت برده باشین. هرچند اتاقم کثیف بود، چیز بدی دیدین، به بزرگی خودتون ببخشین دیگه، من عذرخواهی میکنم. و اینکه چون ما اجاره نشینیم هر سال خونه عوض میکنیم، من هر سال میتونم روم تورهای جدید ازتون دوست داشتید بیاید تو چنلم روم تورهای قبلی هم ببینید. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار. راستی به اتاقم از 1 تا 10 نمره بدین. نمیدونم اتاقم جالبی هم نیست ولی فاتی دوستتون دارم.